با شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 13 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 19:03 شخصان نامعلوم در حدود جماعت دیوت سهشنبه شهر ترسونزاده او را زیر لطکوب قرار داده با رای آشکارا از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ، یک عدد شناسنامه ملی و 300 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور و جوان 21 ساله و محمد نام شخص ساکن همین شهر صادر نمودند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع شامنصور با عریضه مرد 41 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи Opel Astra که ارزشش 70,000 سومانی را تشکیل می‌دهد گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که سال 2021 در نزد خانه استقامتیش مرد 38 ساله ساکن نوع دنغره با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи تویوتا کامری 6 را به مبلغ 35,000 دلار آمریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که بعد فروختن مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما نامبرده автомашин مذکور فروخته از این مبلغ 19,500 دلار آمریکایی را برگردانیده، باقی مانده 15,500 دلار آمریکایی را تا حال برنگردانیده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع فردوسی با عریضه جوان 24 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 12 اکتبر سال 2022 مرد 27 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи لکسوس را به مبلغ 80,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفت و تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.